ولفگانگ گوته، فرهیخته و نویسنده، اولین کسی بود که گفت رنگ‌ها سیگنال حسی دارند. در کتابی به نام نظریه رنگ‌ها، اون رنگ‌ها رو به دو دسته تقسیم کرد: مثبت و منفی. دسته مثبت شامل رنگ‌هایی میشه که احساسات مثبت رو القا می‌کنن، مثل زرد و نارنجی. مطالعات دیگه‌ای هم نشون داده که رنگ‌های طبیعی و پاستل حس آرامش و لطافت رو به همراه دارن. به ویژه رنگ سبز که استرس رو کاهش میده و احساس آرامش رو افزایش میده. در حالی که مردم رنگ قهوه‌ای کم رنگ رو گرم و ملایم تصور میکنن. همچنین رنگ کالباسی کم رنگ هم به احساس مراقبت، گرما و دوستی شناخته شده. از طرف دیگه گوته رنگ‌های منفی مثل آبی، قرمزآبی یا غیره رو به عنوان القا کننده احساسات منفی در نظر داره. به طور مشابه رنگ‌های تیره مثل سیاه و خاکستری هم تو فرهنگ‌های مختلف نشان از اضطراب و افسردگی دارن. در یک مطالعه دیگه رنگ قرمز به طور خاص به عنوان عاملی برای برانگیختن هیجان و شروع اشتیاق شناخته شده. این موضوع وقتی که بحث طراحی محصولاتی مثل اپلیکیشن‌های درمانی و وبسایت‌هایی برای کمک به افراد در بحران پیش میاد خیلی مهمه.